آن مؤمنی که خودش با دیگران محبت نداره و دیگران با او محبت نداره، در چنین مؤمن خیر وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والدین گرامی، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که مؤمنان یا مؤمن با دیگران انس می گیرد و دیگران با مؤمن انس می گیرد. آن مؤمنی که خودش با دیگران محبت نداره و دیگران با او محبت نداره، در چنین مؤمن خیر وجود ندارد. روابط اطفال با همسن و سالشان از دید دین مقدس اسلام حائز اهمیت است. فلهذا وظیفه و مسئولیت والدین است تا اولاد خویش را، اطفال خویش را به گونه تربیت نمایند، به گونه تعلیم بدهند تا با همسن و سال خویش رفتار نیکو داشته باشند، احترام همسن و سال خویش را بنمایند، تعامل ایشان با همسن و سالشان به گونه‌ای باشد که به حیثیت و به عزت و به رفتار ایشان کدام خدشه‌ای را وارد نکند. اگر ما اطفال خویش را به گونه‌ای تعلیم بدهیم، به گونه‌ای برایشان ذهنیت بدهیم که با همسن و سالشان رفتار نیکو بکنند، احترام ایشان را بکنند، این چنین اطفال آینده درخشان خواهند داشت و در آینده هم می توانند که احترام دیگران را درست انجام بدهند. والدین محترم، قوی‌ترین والدین حوصله‌مند هستند.